مرتضی حسینی سرما خورده بودم، یادته بهش گفتم مرتضی سرما خوردم حدود 1 ماه قبل. گفت ناراحت نباش، اتفاقا از خوبیای سرما خوردگی اینه که هر وقت انگشت رو دماغت میکنی دست خالی بیرون نمیاد، یه چیزی دستتو میگیره. فکرشون ببین کجاست. حسن شما حالا که اینجوری کرد من میگم، شما میدونید حسن یه ازدواج ناموفق داشته؟ خیلی بی‌تربیت. یه ازدواج ناموفق داشته. من دیگه مجبورم تو هی گفتی اکبر نژاد فلان. یه دونه من بگم. تو بگو. حسن یه بار حسن نامزد کرده بود. خب نامزد کرده بود. بعد با خانومش رفته بودن بانک، یه سارق مسلح اومد تو بانک، اسلحه کشید و پول مولا رو جمع کرد و بعد رو کرد به یه مشتری، گفت ببینم تو دیدی من دزدی کردم یا نه؟ مشتری گفت بله دیدم. اسلحه گذاشت کشت مشتری رو. اومد سراغ این با خانومش وایساد، گفت ببینم شما دیدید من دزدی کردم یا نه؟ این گفت من ندیدم ولی خانومم دیده. دیگه هیچ دختری بهش اصلا نگاه هم نمیکنه. اجازه بده. باید همیشه مجرد باشه. یه روز اکبر نژاد اومد خونه، دید خانومش نیست، خیلی نگران شد. همه جا رو گشت، از شدت استراب و استرس داشت دیوونه میشد که یهو یادش اومد هنوز ازدواج نکرده. چقدر آدم میتونه واقعا آلزایمر باشه تو این سن. ولی انصافا حسن من خیلی دوست دارم. حسن وقتی هم که ناراحت میشه قصه هاش دیدنیه. چند وقت پیش عزادار بود، یکی از اقوامشون در اثر برق گرفتگی فوت کرد. حسن ریوندی 40 روز با فاطمه میرفت رو قبرش فاطمه. تو والا صبر کن، دیدمش به ایزرا اینجا وایساده و به یه قبری اونجا نگاه میکنه. گفتم چرا اینجوری میکنی؟ میگم فامیل دورمون بوده. به ما با کی طرفی؟ برگشت به خانومش گفت ببینم دیروز چت بود؟ خانومش گفت چی؟ گفت امروز چته؟ گفت چی؟ گفت نبینم فردا چت باشه. این ما با کی طرفی واقعا؟ خب اصلا دوست دارم. انصافا کسی که اینقدر میتونه مردم رو بخندونه خیلی توفیق بزرگیه. خیلی واقعا توفیق بزرگیه. اصلا دوست دارم. تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است. عاشقتم. تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است. کلاغ در آره چشاتو، این چه نگاه کردن است. نگاه هم با نگاهت کرد برخورد، خدا مرگت بده حالم به هم خورد. میخوام که بینی میخوای اصلا همه چیز خوبه. تو دیگه عمل گذشته، بعد از شهرداری مجوز بگیری بکوبی فضای سبز خودی دیگه. تو وضعت خیلی خراب. اما آخه میگفت در اسپانیا 30% ازدواج‌ها از طریق فیسبوکه. اون وقت ایران شما 3 ماه با طرف چت می‌کنی بعد میری طرف پسره. از مسخرت چه بیماری و فقط در ایرانه که وقتی راننده تاکسی دنده عقب میگیره همه مسافران برمیگردن عقب و نگاه میکنن. نمی‌ذارن کار. دستا کجا رفت؟ آقا غلط کرد. آقا سود نزن. از این بشین. هنو اینجوری به من نگاه نکن، با نگاه قلب منو صدا نکن. هنو بسته بد و دیوونه نکن، ما تو دست باد شونه. گل پریا ناستریا، گل پریا ناستریا، ما گل پریا ناستریا. روی چمنو قلب زدن و ار زدن و یه لحظه به خودم اومدم، احساس کردم دارین از سادگی من سوء استفاده میکنین. اینجوری درست نیست. من یه چیزی گفتم، شما دیگه چرا؟ معلوم شد موسیقی زیاد دوست دارید. چشم موسیقی اجرا صدام از سینیم بالاتر این مقدار بله. و در ادامه لجبازی های ما فقط یک ایرانی میتونه وقتی شامپوی همومش تموم میشه توش آب بریزه. یک ماه دیگه آب کف استفاده کنه. آقای اکبر نژاد نمونه‌شه. و فقط در ایرانه که وقتی کسی میمیره فرداش همه فامیل میگن ما خوابش رو دیدیم تو یه باغ سرسبز بود. و اولین واکنش بعضی از خانم‌های ایرانی وقتی خبر فوتی که از فامیل میشنون، وای چقدر خوب شد من دیروز موهامو رنگ کردم. بدبخت میشه. انرژی هست. تناس چه قشنگ